میخوای بدونی هزینه تبدیل کردن این 206 فابریک به این ماشین 160 اسبی چقدر شد؟ ستاپی که برای 206 لوازمی چیدم شامل منیفول NFS پلاس اشنش به مبلغ 9,500,000 تومان، میلسوپاپ پی‌اشیری 9,900,000 تومان، هدرز 421 استیل ایسر پاور 8,500,000 تومان، دنده اجاس چیتا 4,300,000 تومان، رمیر دهنه بزرگ MS 3,200,000 تومان به همراه جنت سامکو اورجینال که شد 950,000 تومان. در ادامه فنر سوپاپ اچنش گرفتم که شد 2 میلیون و شمع دنسو و کد 22 که شد 2,800,000 تومان و سنتر تمام استیل سایز 55 به مبلغ 4,400,000 و منبع اگزوز کاستوم که شد 3,200,000 تومان. هزینه پورتوپولیش اس3 هم 6 میلیون شد. تو قدم بعدی استرسبار بازویدار امن گرفتم که شد 2,700,000 تومان. وایر تقویتی 2 سر برنج خریدم به مبلغ 500,000 تومان و کوئل 206 لوازمی رو با نمونه زیمنسی عوض کردم که هزینه کوئل به همراه سوکت تبدیل شد 1,200,000 تومان. تو ادامه کار هزینه دستچین کردن 0 تا 100 گیربکس به همراه نو کردن تمام قطعات 10 میلیون شد و هزینه خرید دیسک و صفحه لوک اورجینال 8,500,000 تومان شد. در آخر 6 میلیون هزینه تنظیم و مپ 206 لوازمی روی داینو شد. مجموع تمام هزینه‌هایی که برای تیونینگ موتور و گیربکس کردم شد 83,650,000 تومان. اگه به بازسازی، تقویت و تیونینگ ماشین علاقه داری حتما پیجمو فالو کن.